نهایت بازیش جلوی این همه آدم تو تخت با این همه فالوور این بود دیگه. خب این داره نشون میده که چرا باید بپرسی ایران کی درست میشه؟ داشت من ایران درست نمیشه. منی که فقط اینجا یه صدا پا گرفتم یا رو اینجوری میزنم باز خجالت میکشم این ویدیو رو گذاشتم، چون این واضح نیست. کسی که یوتیوبر میشه نهایت بازیش این نمیشه که بره یه انتقامی بگیره. بزن من اینجا میخوام انتقام گیریمو برات بذارم خودت ببینی. من خواستم اچس بکشم برم اونا رو بزنم، ولی اینجا رفتم فینیشرش رو گرفتم که به چی بگم داشت من که یوتیوبر شدم باز خجالت میکشم اینو بذارم. رقصیدیم تو این جهان تنگ بنا شده، این ارواح مفروغ مردگان رها شده، با گوشه چش نگاهمون میکردن آجارا تو وسط خونه بیجون خونه های فرق. وقتی که باد جدایی آواز شد آخرین استکاک دست ما ساز شد، من از پشت کشیده شدم توی طوفان، من پنجه ها مشت تو پنجه ها باز